الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد ما درس هایی که نام های زیبای الله تعالی را درس میکردیم امروز دوام درس عزیز است و آخرانش است. یعنی عزیز کیست؟ عزیز این الله است. معنای عزیز قوی بدک، غالب بدک، یعنی هم قوتمند است هم بکارهاش یعنی غالب است. و سبب های عزت ما باید بگیریم گفتیم. یکتش اسلام گفتیم. آدم مسلمان باشه این سبب عزت گرفتگی است. یعنی آدم مسلمان عزیز است همیشه. یکی از با سبب های عزتی که در تاریخ نشان دادگی‌اند، یک روز خالد ابن ولید مکتوب می نویسه به پادشاه با کسرا، میگوید که اسلم تسلم، میگوید تو اسلام بیار مسلمان شو سلامت میمانی. در حقیقت اگر مسلمان شو دیگه با او جنگ نمیکنن، مالش هم خونش هم سلامت نمیمونه. اگر مسلمان نشوی میگوید من یک لشکر میکشم برای تو، چگونه ای که شما حیات را دوست میدارید لیکن این لشکر موت را دوست میدارند، میگوید. یعنی صحابه و تابعین ها را میگوید. بعد پادشاه کسرا و پادشاه چین خطای مکتوب می نویسد، یاردم می پرسد. و پادشاه چین وقتی که می خواند مکتوب کسرا را، میگوید که جواب می نویسد که ما طاقت نداریم با اون قومی که صحابه را میگه، با اون قومی که اگر که چپه میکنیم بگد که چپه میکنن. این قوم با این قوم وای جنگ کردند طاقت نداریم گفته. حتی پادشاه سینا میترسد، یعنی چینی ها خدایا. این عزت است در حقیقت. یعنی اینقدر عزت خالد ابن ولید، یعنی این صحابه و تابعین ها ایجا گرفتن، از مسلمانی گرفتن، از اسلام گرفتن. عبدالله ابن حذافه السهمی قصهش مشهوره و در دست رومی ها اسیر می افتد. قریب 100 آدم کتی. بعد پادشاه روم در حقیقت همین شجاعت صحابه بسیار پهن شدگی بود مردم ده. حتی رومی ها میگن همین قدر تا همین درجه را باور کردگی بودن که این مسلمان ها نمیبره گفته باور کردگی بودن. بعد یکتش مسلمان ها یکتا مسلمان ها در بیرون میگرده، بعد بجویتش میزنن یه میمرده گفته. بعد چی میکنن تا همین درجه را. خلاصه عبدالله ابن حذافه اسیر میافتد. بعد پادشاه روم میگوید که 3 روز اوقات نمیتید یاده او هم نمیتید. میگه وزیر روایت ده گوشت خوگ پیشت میآورند و عرق آورده میمانند، میگه. بعد همو را هم نمیخورند، میگه. حتی بعد او را فیرود میکند، میگه که اگر همیت نصرانی شوی، میگه عبدالله ابن حذافه ده، من نیمی ملک ما میتم. یه شاهده هم چی هست اگر پادشاه گفته است یک. بعد میگه که عبدالله ابن حذافه رضی الله عنه صحابی میگه که همه ملک تام بتی، تمام دنیا را هم گرفته بتی، من یک لحظه نصرانی نمیشم، میگه. یعنی بعد میگه که ایرا بگیرین بپرانین، میگه چیکاتی نیزه کتی بزنین بکشین گفته. بعد آورده میمونند و فقط میگه بترسونین، میگه ده سیرکتی میزنن هر جوش چی میکنه لیکن نمیترسه. بگیرین دیگ رو روغن چی کنین، دیگ ده چپا کنین و بجوشونین. در حقیقت همون که میکنن، دیگه کلون در روغن گرم میکنن. حتی میگه او میرزن، میگه روغن در میگیره، میگه. 2 کس میوره ای مسلمان ها، یک تیشه میپرته در روغن همون قدر میپزه، میگه. بعد اگر تو مسلمان نشی چی میکنیم؟ میپرته، میگه. دیم شام میپرد 2 تا مسلمان هم میکشه، میگم در پیش چشم عبدالله ابن حذافه. ایرا هم پرتفتن میگیرن که با ای گریه میکنه. در حقیقت گریه میکنه
این پادشاه در خبر را میرسونن که گریه کرده است مگه عبدالله ابن حذافه. بعد میگه که بیارن شکنی، میارن. برای چی تو گریه کردی؟ میگه ترسیدی، یعنی مقصد راضی شدی شرطای مده نصرانی میشه. بعضی روایت ده حتی وزیر میمونم گفتگی اول کلی حال. بعد میگه که نه، من نترسیدم، از دین من نمیگردم، فقط من حاضر میپرتای روغن ده مرا، من میرم دیگه در راه الله تعالی جهاد کرده نمیتونم، برای مسلمان ها یاردم کرده نمیتونم. آیا الله تعالی ده گفتم که یعنی برای چی؟ برای من 1000 تا جان نیسته که هر یک تشه ای راه کتی در راهی تو مثلا شهید شم، یک تشه دیگر راه کتی، یک تشه دیگر راه کتی. برای همون گریه کردم. میگه من برای از ترسی خیلی موت گریه نکردم. میگه این قدر شجاعت شما بینه. با آخر ده میگه که پادشاه ایران بیو میگه یک کار میکنیم، همین پیشانی ما ده یک بوسه بکن، میگه ترا آزاد میکنم. میگه بعد عبدالله ابن حذافه میگه نمیگه ای اسیرهای دیگری ها هم، اسیرهای دیگر مسلمان ها هم آزاد میکنی؟ قریب 100 تا بدن. میگه و میگه ها. میگه بعد مایدش گفته ای پیشانی همون پادشاه روم بیت بوسه میکند و همه را جواب میتید در حقیقت. بعد پیش عمر رضی الله عنه میاد، عمر خلیفه بوده چه. بعد واقعه را نقل میکند هم خیلی شد. و عمر رضی الله عنه خسته از پیشانی که عبدالله ابن حذافه السهمی بوسه میکند. بعد میگوید که هر یک آدم مسلمان ده حق است که پیشانی عبدالله ابن حذافه را بوسه کند. میگوید در حقیقت اینقدر عزیزی را، اینقدر شجاعت عبدالله اگجو گرفت. در حقیقت از چی گرفت؟ از قوت ایمانی است، از ایمان گرفت. پیش اینقدر پادشاه ده او قدر چی تکلیف کرده است، پیشنهاد کرده است مال من میتونم گفته است. میگه که عزتی در این است. میگه برای همون عزت شجاعت اینها را دیده، برای همون پادشاهی روم هم خیلی طلب کرده. بعد دیم کلمه خوب و عمل صالح سبب عزت میشده است. الله تعالی در قرآن میگوید که فلله العزت جمیعا، همه عزت برای الله تعالی است، یعنی همه عزت در دست الله تعالی است. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. میگه با الله تعالی کلمه خوب، کلمه طیب چی میکند؟ یصعد گفته بالا میشود و عمل صالح کلمه طیب رو میبردارد. میگه یعنی یک کس مسلمان باشد عمل صالح نکند، معناش چی؟ یعنی کلمه طیبش یعنی بالا نمی رود. الا عمل صالح بکند، بعد چی میکند؟ و کلمه طیبش با بالا میبرد. برای موقع یکی از شرط های چی؟ یعنی ایمان، ارکان ایمان چی است؟ القول باللسان، التصدیق بالقلب والعمل بالجوارح. ما باید لا اله الا الله را با زبان بگیم، با دل تصدیق بکنیم. این قدر کفایه نمیکنه. سیم رو کنش چی؟ با عمل، با جوارح، یعنی با اعضاهامون باید عمل بکنیم. دیگرش الصبر على الظلم والعفو عن الظالم. بر ظلم صبر کنیم، ظالم مثلا عفو بکنیم، این هم سبب عزت میشید است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید در حدیث ثلاثه اقسم علیهم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم قسم میخورد که از صدقه مال بنده کم نمیشود. میگه یک. دیوم یگون بنده ظلم بیند، یگون ظلم ده بعد صبر بکند، الا زاده الله عزا. میگه الا الله تعالی عزتی وای بنده را میبردارد. یعنی ما بر یگون ظلم اگر صبر بکنیم، الله تعالی عزت را، یعنی عزت ما را زیاده میکرده است. و ما فتح عبد باب مسئله الا فتح الله علیه باب الفقر. یگون بنده اگر برای خودش باب طلبندگی را
یعنی با در تلبندگی را بکشاید، یعنی تلبندگی را سر بکند، الله تعالی برای او در فقر را گشاده میکند. در دیگر روایت هم به همین معنا آمده است، یعنی الا زاده الله تعالی بها عزا، اگر بنده برای اون ظلم صبر بکند، الله تعالی برای او عزتش زیاده میکند. پیامبر فعفو یزیدکم الله عزا، شما ببخشید، در نتیجه الله تعالی عزت شما را زیاده میکند. میگوید بعضی یعنی یک مفهوم خطا را گرفتگیان در این حدیث یصحح النبی مفهوما خاطئا بثه الشیطان فی قلوب اولیائه الا وهو ان الصبر على الظلم ضعف، یعنی بر ظلم صبر کردن ضعیفی است گفته چی کردگیان. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که در حدیث لا بل ذلك عزة و یجلب العزة، گفته این عزت است و چرا چی میکند؟ عزت جلب میکند گفته است. یعنی در آیات هم الله تعالی میگوید که ولمن صبر و غفر ان ذلك من عزم الامور، میگوید کسی که صبر کند و ببخشد این یکی از کارهای بهترین هست. میگوید دیگه آیات الله تعالی میگوید الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، او ذات مرگ را هم حیات را هم آفریده است تو اینکه شما را امتحان کنه کدومی از شما یعنی بهتر عمل میکنید، یعنی عمل بیشتر به اکثر نگفت، یعنی عمل خوب میکنید گفته و هو العزیز الغفار. دیگر مثلا سبب عزت تواضع است، یعنی خاکساری، یعنی ما خاکسار باشیم الله تعالی عزت ما را زیاده میکرده است. ابی هریره میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز گفت ما تواضع احد لله الا رفعه الله، لیکن یک چیز است خاکساری برای کی؟ برای الله تعالی. اگر خاکساری بکنیم بعد عزت ما را الله تعالی میبرداره. پیامبر یگون کس برای الله اگر خاکسار باشد الا الله تعالی و میبردارد درجهش میگه، برای اینکه خاکساری برای دیگر کس نمیشود. ما میبینیم مردم پیش دیگر یک مردم چی خاکساری میکنه، نه، خاکساری فقط برای چی؟ برای الله تعالی باشد بعد ما را میبردارد. میبرداشت است. یک روز میگوید عمر ابن خطاب به منبر برآمد گفته که ای مردم تواضع باشید، یعنی خاکسار باشید. من از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که من تواضع لله رفعه الله، کسی که بخواد برای الله تعالی خاکسار باشد الله تعالی درجه او را میبردارد گفته میگه. دیگر سبب عزت استغنا عن الناس، ما از مردم به حاجت باشیم، یعنی طمعگیر نباشیم بر مال مردم بر دیگر چیز مردم. پیامبر جبریل یک روز به پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد گفته که یا محمد عش ما عشته، چند قدر زندگی کنی زندگی کردن گیر، لیکن فانک میت، یک روز نه یک روز تو میمیری. و احبب من شئت، کدوم را بخواهی دوست بدار یک روز نه یک روز از او جدا میشوی. و اعمل ما شئت فانک مجزی به، چیزی را بخواهی بکن با همون کارش جزا داده میشه، اگر کاری خوب باشه خوب، اگر بد باشه بد. و علم ان شرف المؤمن قیامه باللیل، همین را بدون که شرف مؤمن یعنی شب نماز خواندنش است. و عزه استغناءه عن الناس، یعنی عزت مؤمن از مردم به حاجت شدنش است، یعنی دست مردم در نگاه نکن. میگه ایرا حاکم ابو نعیم طبرانی روایت کرده است، البانی صحیح حسن گفته است حدیث. یک روز میگه یک کس به بصره در آمد، شهر بصره ده، بعد مردم پرسیده که همین بهترین افضل ترین یعنی عزتمندترین مردم کی است همین بصره ده؟ گفتن که حسن بصری. گفتن که حسن بصری چی سبب قطعی اینقدر عزیزمند اینقدر برتری شده است؟ بعد گفتن که او از دست مردم یعنی به دست مردم طمع نکردگی، به حاجت شدگی، بعد مردم با علم او محتاج شدگی، برای اونقدر عزیز شدگی حسن بصری. نباشه حسن بصری یک آدمی بوی صاحب ملک صاحب لشکر نبود، فقط علم داشته. که دیگر سبب عزت علم است، یعنی علم شرعی.
اگر ما علم شرعی داشته باشیم الله تعالی عزیزی را میداده است. این مؤلف میگوید که بزرگترین مصدر عزت همین است. میگوید و همین موقع الله تعالی میگوید که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. از شما آن کسایی که ایمان آورده اند و آن کسانی که به آنها علم شرعی داده شده است، الله تعالی چند درجه ها و ها را میبرد. درجات میگه آیت چند درجه چه میکرده است الله تعالی میبرداشته است. ابن قیم هم میگوید که العلم یرفع صاحبه فی الدنیا والآخره. این دنیا و آخرت دام منزلت صاحبش علم میبردارد. میگوید ابراهیم حربی میگوید عطا ابن ابو رباح، این تابعین است، یک روز مسجد در نماز خوانده است. عطا ابن رباح خودش یک سیب سیاه بود. میگه حتی میگه و کان انفه کانها باقلا، میگه بینی وای رنگ بقلاجان بود. میگه یعنی تا همین درجه را صفتش، لیکن او علم داشته با وجودی که همین قدر چی بود. سلیمان ابن عبدالملک پادشاه میدراید، بعد نماز میخواند، خلاصه بعد همه مردم جمع میشوند پیش عطا ابن ابی رباح. عطا ابن ابی رباح که از علماهای کلانتری، حتی من کبار تابعین میگه. بعد همه سوال جواب میکند، چی میکند. بعد این خلیفه دو فرزندش نمیگوید که شما دیدین، میگوید شما علم بگیرین، تعلیم بگیرین، شریعت بوم بزین، ما فراموش نمیکنم. میگه خاری همین روزه خاری مونه در پیش همین عطا ابن ابی رباح. میگه مثلا خلیفه ایستادگی، دو فرزندش ایستادگی، یکی مردم پیش کی ده جمع شدگی پیش عطا ابن ابی رباح. مثلا پیش خلیفه ده نمیپرسن که این مسئله چیه، این مسئله چیه در حج، مثلا همش چی پیش علماها ده میه. یعنی این علم است. یعنی سلیمان ابن عبدالملک و فرزندش. میگه یک روز میگه خیثمت ابن سلمان میگه من یک کس شنیدم گفت یک مجلس یزید ابن هارون ده آدم ها همونجا ده جمع شدگی بودن، قریب 1000 کس بودن. میگه بعد امیرالمؤمنین خلیفه پیش همه گذاشت، بعد نگاه کرد مجلس دید، مجلس محدث ها دیگه بود. بعد گفته که انا همین ملک حقیقی همیه. نباشه خودش خلیفه است، پادشاه است، لیکن او مردم را دیده، درس ها را دیده، در حقیقت ملک همیه گفت تگیده خودش. سفیان ثوری میگه که کسی که دنیای آخرت بخواه علم شرعی را بگیره. میگه دیگر سبب عزت الطاعه عموما، یعنی طاعت کردن است، اطاعت کردن است. یعنی با الله تعالی اطاعت کردن این سبب عزت می شود. در حدیث میگوید که پیامبر صلی الله علیه و آله وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. خواری و ذلت کسی که بر فرمان من خلاف کند به همو یعنی داده شده است. میگوید یعنی خالی و ذلت کسی که مخالف سنت براید اما آدم خوار می شود. یعنی دیگه حدیث میگوید اگر شما یگان ربا کتی داده گرفت بکنید و دنیا داده شوید و در راه الله تعالی جهاد کردن نفرتین، الا الله تعالی خواری را بر شما میارد. میگه و از شما کشیده نمیگیرد خواری رو حتی شما بر دینتون بگردید. میگه در دعای قنوت ده مثلا ما میخوایم اللهم اهدنی فی من هدیت، در آخری همو انه لا یذل من والیت. میگه یعنی کسی که تو رو دوست می‌دارد یعنی او آدم خوار نمی‌شود. کسی که الله و رسولش دوست بدارد خوار نمی‌شود. ولا یعز من عادیت، یعنی دایی بولوشم کسی که تو او را دوست داشتگی او آدم خوار نمی‌شود. آدم کرا الله تعالی دوست می‌دارد آدمی که طاعت الله تعالی را کردگی باشد همون را دوست می‌دارد. برای اونقا
لا یذل من والیته، یعنی تو کسی رو دوست بداری و خار نمیشود. ولا یعز من عادیته، کسی رو که تو اگر دشمنی کنی برای او وای آدم عزیز نمیشود. میگه بعضی دعاهای آدم های گذشته، یعنی اللهم اعزنی بطاعتک گفتگیه، پروردگارا با طاعتت مرا عزت ببخش. ولا تذلنی بمعصیتک، به سبب معصیت تو مرا خار نکن گفتگی است. در آخر ما باید دعا بکنیم که الله تعالی را به همین اسم عزیزش، بسیار دعاها در ابن روایت کردگی است. اللهم لك اسلمت و بك آمنت، گفته در آخرش اللهم انی اعوذ بعزتک اومدگی، ای پروردگارا من با عزت تو پناه میبرم گفتگی ایده. عزت صفت الله تعالی است. صفت الله تعالی کتی یعنی پناه برده میشود. صفت های الله تعالی مخلوق نیست. من جمله از جمله قرآن یعنی کلام الله تعالی صفت الله تعالی است، برای اون مخلوق نیست. خب دیگه چیزا هم هست، یعنی دعا هم بسیارش اللهم انی اعوذ بک بعزتک اومدگی بسیار مؤلف ذکر کرده است. ما کفایه میکنیم برای انقش. یعنی از درس چی فایده میگیریم؟ یکمین فایده سبب های عزت رو ما باید بگیریم. ما گفتیم که سبب عزت اسلام است، مسلمان باید باشه، مؤمن باید باشه. دیگرش طاعت است، دیگرش صبر کردن است. یعنی دیوم عمل صالح هم عزت میشد است. عمل صالح عزت میشد است. در مفهوم این عملی چی بد خاری میشد است. سیم صبر بر ظلم عزت میشد است، یعنی خاری نبوده است. صبر کردن ما میبینیم یک مردم صبر کرده است، قدر مردم صبر کرده است مثلا در کشتار در دیگه چیز، همو عزت است. تواضع هم بر الله تعالی عزت بوده است. لیکن ایرا بفهمیم که تواضع برای الله تعالی، تواضع بر دیگه کسی غیر الله تعالی تواضع کردن اگر حالت اکراه نباشه، مکره نباشه، چی میشه؟ حتی شرک میشه. برای اینکه تواضع یکی از شرطهای عبادت است. یعنی ذلت، تواضع شرطهای عبادت است. طمع نکردن هم عزت بوده است. طمع به دست مردم، یعنی این مردم خودش به حاجت باید بداند انسان. علم شرعی گرفتن هم عزت بوده است، به خاطری که الله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات میگوید. در آخر طاعت الله تعالی این عزت است. الله تعالی را دعا میکنیم که اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.